مگه میشه این شلوار رو ببینی و عاشقش نشی؟ این مدل از اوناست که چشای همه رو به تو خیره میکنه. پس معطلی چی هستی؟ بگو اون لایک لعنتی و تو با انرژی تمام بریم که شرحش کنیم. الگوی شلوار تو با هر متدی که هستی آماده کن. خط اتو رو تا بالا ادامه بده. از هر دو سمت خط اتو 5 تا 7 سانت برو جلو علامت بزن. این دو خط رو به خط فاق صفر کن. این قسمت دور ریز میشه. حالا کاغذ رو بنداز زیر الگو و از هر دو سمت دمپا 15 تا 20 سانت اضافه کن و به خط فاق وصل کن. حدود 1.5 تا 2 سانت از لبه ها برو بالا و خط دمپا رو مقداری هلالی کن. حالا خطوط رو قیچی کن. بچه‌ها گشادی دمپا باید حدوداً 50 تا 60 سانت باشه. بعد از اونم هاشور وسط شلوار رو خالی کن و تا خط کمر برش بزن و جدا کن. پنسا رو هم خالی کن. الگوی پشتم به همین ترتیب از دمپا اضافه کن. تیزی های لبه ها رو هم بچین. خب این از الگوی جلو و پشت رویه. نقاب زیپ هم حذف میشه. الگوی زیرساز حریرم دقیقاً مثل روی برش میخوره، با این تفاوت که چاک وسط شلوار حذف میشه. اینم الگوی پشته. خب من یه توضیحم در رابطه با دوختش بدم. ابتدا درز وسط شلوار رو از کمر تا خط فاق بدوز. حالا لبه های چاک و پاکدوزی کن. بعدم درزای پهلو رو بدوز. بعدم درزای داخل شلوار رو. ولی درز فاق رو باز بذار چون قراره با درز فاق آستری همزمان دوخته بشه. راستی درز یک سمت پهلو رو به اندازه 20 سانت برای دوخت زیپ باز بذار. دقیقاً همین عملیات رو روی آستری هم اجرا کن. یه سمت پهلو رو 20 سانت برای دوخت زیپ باز بذار. بچه‌ها توجه داشته باشین آستری و رویه از همدیگه جدا هستن و فقط از قسمت کمر، درز فاق و درز زیپ به همدیگه وصلن. بله اینم پهلوی آستریه که دوخته میشه. 20 سانتش هم باز میمونه. اینم درز پهلوی رویه است. حالا آستری رو به این صورت از داخل رویه رد کن. بعد از اونم درزای فاق و دور تا دور از پشت تا جلو چرخ کن. از قسمت کمر و درز فاق و درز زیپ به هم دیگه وصل کن. بعدم زیپ رو وصل کن. سپس یه سجاف واسه کمر شلوار در بیار و دور تا دور به لبه کمر بدوز و برگردون به داخل و پس دوزی کن. شلوار ما آماده است. چطور بود؟ دوستش داشتین؟ من کلی از این شلوارای جینگل تو پیجم دارم. کنارم بمون و با آموزشام حال کن. یه نکته خیلی مهمی هم تو کپشن گفتم که حتما بخونش.